سلام، من فرنوش جنتی هستم با 22 سال سابقه تدریس در زمینه گلارایی. توی ویدیوی قبلی کار با ارکیده رو انجام دادیم، ارکیده فلورنوپسیس که الان کنار من هستش و دارمش. باز هم یک کار دیگه مدرن و خیلی راحت امروز باز میخوام براتون انجام بدم که امیدوارم خوشتون بیاد. در مورد ارکیده فلورنوپسیس توی ویدیو قبلی توضیح دادم، ولی نگهداری ارکیده ریشه دار رو هیچ توضیحی راجبش ندادم. فقط ارکیده‌ای که گلش بریده شده و چجوری توی آب ماندگاری زیاد داشته باشه توی ویدیو قبلی توضیحش رو دادم. خب یه برگ عبایی که تقریبا اندازه شیشه‌مون باشه رو من انتخاب کردم. ته برگ عبایی رو میبرم با یه از این رویای شیشه‌ای و سیم تهش رو میبندم. با سنگ هم قشنگ میشه، با هر چیزی که سنگین باشه دوست داشته باشین میتونید این کارو بکنید. سیمو میزنم ته برگم. و یه روی شیشه‌ای هم بهشه که با سیم وصلش کرد. یه شکاف کوچیک به این شکل من بالای برگ میزنم. به این شکل میشه. باید ببینید ظرفتون به چه اندازه هستش و چه برگی مناسبشه، کوتاه باشه بلند باشه و چند تا گل میخوایم بزنیم که از اول تنظیم کنیم گلا رو. من یه شکاف دیگه پایین تر میدم. و آخرین گلم رو میذارم. کار خیلی ظریفیه
باید مواظب باشین که برگ گل ارکیده توی دستتون خورد نشه. کمی پایینش به نظر من اضافه است، جا داره که ما اینو ببریمش پایین تر. من اینو کات میکنم که یه کمی بیارم برگو پایین تر. ما ظرفمون رو پر میکنیم، دوباره تکرار میکنم که آب روی گل ارکیده نریزیم چون گل برگاش به راحتی میشکنه. توی ویدیو قبلی توضیح دادم که ارکیده با آب توی آب سازگاری داره، خیلی خوب میمونه به شرط اینکه آب رو 2-3 روز یک بار عوض کنید. میتونید 2 هفته این کارتون رو داشته باشین اگر جای خیلی گرم نباشه. امیدوارم دوست داشته باشین و لذت برده باشین. منتظر ویدیو بعدی ما باشین.